سلام، صورت جذابیا به کانال یوتیوب من خوش اومدید. میخوام براتون مربع جادویی ثروت رو آموزش بدم، چیزی که معرکه است و بی‌نظیره، چیزی که حتی کسی که هیچ اعتقادی نسبت به این موضوع نداره ازش استفاده کنه 100 البته به نتیجه نهایی میرسه. همین الان لایک کن، برام کامنت انگلیسی بگذار و این پست رو برای دوست دادم ارسال کن. کلمه شیر پایین است، برای کسی توی واتساپ، یوتیوب یا هر چیز دیگر ارسال کن و خوشحالش کن. برای ثروت از دو رنگ سبز و آبی استفاده میشه. مربع جادویی چه نوع مربعی است؟ مربعی است که با یک سری از اعداد باعث این میشه که وقتی ما داریم مینویسیمشون روشون تمرکز میکنیم ما رو به اون مبلغی که دوست داریم میرسونه و به دستمون میاره. یه مربع میکشیم به همین سادگی و بعد یک خط از سمت چپ به راست، دوباره هم همینطور و این برگه رو اینوری میکنیم و دوباره هم دو خط رو میکشیم. این مربع بر پایه و مبنای عدد 72 است. کلاً اگر شما نمیدونین عدد 72 چیه، این رو بدونین که شما رو به خواستانیت مالی و پولیدون میرسونه و این جدول قاعده خاصی رو داره. من حالا اعدادش رو با ماژیک سبز میکشم که یه تنوعی براتون بشه. اگر هم دوست میدارین که من براتون بکشم، حتما به این حالا در واقع پیج اینستا میتونید پیغام بگذارید و یا شماره واتساپی که براتون توی کپشن گذاشته میشه. اول عدد رو می‌نویسین شماره 27 است و دومی شماره 20 و سومین عددی که وارد جدولتون میشه عدد 25. حالا چرا بر مبنای 72 است؟ چون وقتی این اعداد رو جمع می‌کنیم 72 میشه. میایم ردیف بعدی. در ردیف دوم عدد 22 رو ما داریم و بعدش توی خونه بعدی عدد 24، توی خونه بعدی عدد 26 که اینها هم جمع کنیم میشه 72 و بعدش عدد 23 توی خونه توی ردیف دیگر آخر عدد 28 و عدد 21 رو داریم که اینو هم جمع کنیم میشه 72. حالا یک بار دیگر شما حالا با خودکار یا مداد بنویسین. اگر ماژیک بود که چه بهتر. هر چقدر که به این برگ ارزش بگذارین اون هم یه ارزش فوق العاده عالی وارد زندگانیتون میکنه و فراوانی رو. و الان میایم با یه دونه ماژیک رنگ دیگر، حتما رنگ دیگر باشه تا این قاعده ها خیلی عالی است. میایم روی خونه هایی که به این حالته عدد 27 22 و 23 رو میکشیم که جمع اینا هم میشه 72 و میایم ردیف بعدی که 20 24 و 28 است و ردیف سوم که 25 26 و 20 در حقیقت یک اسم می‌نویسیم که بازم جمع اینا میشه 72. حتما ازش استفاده کنید. از تاثیرات مثبتش برام کامنت بگذارید و نکته کلیدی دیگری که داره، شما وقتی دارین این رو می‌نویسین میتونید از فرکانس مطلوب ثروت که 888 است و یا زیر صدایی که داره براتون پخش میشه که فرکانس 72 است بگذارین دو، باعث بشه که کائنات زودتر شما رو به نتیجه مسئله مالی پولی که دوست دارین برسونه. و اما در انتها این مربع جادویی یک فوت کوزه‌گری داره و فن آخرشه مثل همون دم آوردن برنجایی که مادر بزرگا درست میکنن. یه دونه مداد زرد رنگ، حتما زرد باشد که ما رو یاد زر و طلا بندازید که حتما نو هم باشد. اگر که استفاده نشده باشد رو به دست بگیرید و موقع گوش دادن به این فرکانس که از هدفون هم استفاده کنید تمام این خونه ها رو رنگ کنید. پیشنهاد من این است که از عدد کم شروع به رنگ کردن کنید یا هر کدوم که دوست می‌دارید رنگ کنید. در انتها در پشت تصویر مبلغ پیشنهادی که دوست دارین کائنات به دستتون برسه رو بنویسید و خدا را سپاس کنید و من رو هم دعا دوستتون دارم. خدا نگهدار. و اما در انتها این مربع جادویی یک فوت کوزه‌گری داره و فن آخرشه مثل همون دم آوردن برنجایی که مادر بزرگا درست میکنن. یه دونه مداد زرد رنگ، حتما زرد باشد که ما رو یاد زر و طلا بندازید که حتما نو هم باشد. اگر که استفاده نشده باشد رو به دست بگیرید و موقع گوش دادن به این فرکانس که از هدفون هم استفاده کنید تمام این خونه ها رو رنگ کنید. پیشنهاد من این است که از عدد کم شروع به رنگ کردن کنید یا هر کدوم که دوست می‌دارید رنگ کنید. در انتها در پشت تصویر مبلغ پیشنهادی که دوست دارین کائنات به دستتون برسه رو بنویسید و خدا را سپاس کنید و من رو هم دعا دوستتون دارم. خدا نگهدار.